بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 47 توحید در انابت یا رجوع نمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، درس امروز ما شما آخری قسمت از قسمت‌های توحید در عبادات قلبی هست که ما شما توحید در عبادات قلبی را خواندیم و که عبارت است مثلا چی بودک، محبت و خوف و رجا و اینا را کلش خواندیم، اخبات خواندیم و رغبت خواندیم. امروز نوبت میرسه به انابت و انابت در لغت به معنای رجوع و برگشت و طاعت است و در اصطلاح علما میگن که هی رجوع الی الله بالقیام بطاعته و اجتناب معصیته. انسانی که انابت میکنه چی میکنه؟ که به الله رجوع میکنه، به اینکه قلب خود آماده میسازه به اینکه اطاعت الله را بکنه و از معصیت اجتناب بکنه. به خاطر از اینکه تا وقت انسان قلب خود جور نکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که در وجود انسان یک مضغه هست، یک پارچه خون است که قلب انسان است. اذا صلحت صلح الجسد كله. وقتی که اصلاح شد، پس انابت وقتی این عبادت قلبی در قلب انسان جور شد که من به الله رجوع میکنم، همیشه طاعت الله را میکنم، قلب خود جور کرد که من بعد از این طاعت الله را میکنم و از معصیت الله توبه میکنم و رجوع میکنم. و این چی است؟ و این انابت است. در قرآن عظیم الشان الله متعال میگه که و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، یعنی شما به سوی ربتان برگردین، انابت کنین، برگردین، رجوع بکنین و تسلیم از او شوین من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پیش از اینکه سر شما عذاب بیاید باز وقت کمک نشوین. و الله متعال در آیت دیگه میگه که منیبین الیه واتقوه و اقیموا الصلاه ولا تکونوا من المشرکین، یعنی رجوع به الله بکنین، تقوا بکنین، نماز ادا بکنین و از جمله مشرکان نباشین. در آیت 31 سوره الروم. قتاده رحمه الله چی میگه؟ میگه منیبین یعنی توبه کنندگان، یعنی کسی که توبه میکنه این به بارگاه الله رجوع میکنه، موقف سابقه را تغییر میده و موقف جدید را میگیره که او توبه هست و تصمیم است به این که مثلا بعد از این من اطاعت الله را میکنم و از معصیت خود دور میسازم. این تصمیم قلبی را میگیره و این انسان منیب میگن. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شب برخاستند در تهجد همین دعا را کردن. دویش بسیار طویل است و یک قسمتش آمده بود که اللهم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت. الیک انبت یا الله، یعنی علیک توکلت، بر تو توکل کردم، و الیک انبت یا الله به تو روی آوردم و به تو رجوع کردم، یا الله تو مرا مغفرت بکنی. در اقوال علمای سلف و علمای اسلام درباره امی انابت چی میگن؟ ابوبکر شافعی رحمه الله میگه هی عکوف القلب علی الله که اعتکاف البدن فی المسجد لا یفارقه. چقدر زیبا. ابوبکر شافعی رحمه الله میگه که امی انابت چی هست؟ میگه اینمی قسم قلبت بر الله خاص بگردانی، تو اعتکاف کنی، اعتکاف قلبی، تو رجوع بکنی به الله، مثل که یک نفر خانه خود ترک میکنه و میاد در مسجد اعتکاف میکنه. یعنی انسان خانه خود ترک کرد، مال خود، زندگی خود، تجارت خود، فامیل خود، کلش ترک کرد، آمد در اعتکاف در مسجد شیشت. متوجه هستین؟ اینمی یک کسی دیگه چی میکنه؟ قلب خود از تمام غیر الله دور میکنه و کل رجوعش به طرف کی میباشن؟ به طرف الله میباشن. عکوف القلب علی الله که اعتکاف البدن فی المسجد. خب علامه ابن قیم جوزی رحمه الله چی میگه؟
یعنی اعتکاف قلب به محبت الله. اعتکافی که محبت با الله می داشته باشه، از محبت غیر الله قلبت دور می سازی. ذکرش با اجلال و تعظیم، یعنی وقتی که الله را ذکر میکنی جلال و عظمت الله در مقابل تو هست و قلب تو جلال و عظمت الله را درک میکنه و مثل یک درخت خشک در مقابل الله سبحانه و تعالی استاد میشی. این انابت میگه. اطاعتش با اعضای بدن. خب اعتکاف قلب به محبت الله، قلبت چی کردی؟ از کل محبت غیر الله دور کردی، محبت به الله کردی. ذکر الله را وقتی که الله را یاد میکنی با بسیار جلال و تعظیم و عظمت الله سبحانه و تعالی را یاد میکنی. اطاعتش با اعضای بدن. با اعضای بدنت سه چیز شد. با اعضای بدن چی میکنی؟ اطاعت الله را میکنی و متابعت به رسولش میباشه. 4 نقطه. یعنی علامه ابن قیم میگه که وقتی تو میخوای یک انسان منیب شوی به الله رجوع بکنی، این چی کار بکن؟ قلبت خاص به محبت الله بگردان و از غیر الله دور بساز و همیشه راز و نیاز با الله بکن. وقتی که الله را یاد میکنی بسیار تعظیم الله را بکن. یک ذره هم بی‌ادبی در ذکر الله نشه که حرکات بی جای بکنی یا دستت یا پایت. بسیار با عاجزی و با بندگی. و اطاعتش با اعضای بدن چی بکنی؟ اطاعت الله را بکنی. چشمت، گوشت، دستت، پایت کلش مطابق حکم الله حرکت بکنه. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت بکنی. وقتی که عبادت هم میکنی نه به دل خود عبادت بکنی که هرچی که دلت شد، نه، ببینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عبادت میکرد، چه قسم اطاعت میکرد، اونم قسم عبادت و اطاعت بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.